به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه سینا با عریضه زن 37 ساله ساکن نویه رودکی مراجعت نموده است که 16 سپتامبر سال 2023 شخصان نامعلوم به طریق پنهانی هنگام در بیمارخانه قریه بالای شهر دوشنبه قرار داشتنش یک عدد جز دانش را که در داخلش 6800 سامانی، 2 عدد تلفن‌های موبیلی گوناگون و 3 عدد کارت‌های پلاستیکی بود دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانده شده 10,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن شورابینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، جوانان 22 و 24 ساله ساکنان شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه شهر توس با عریضه مرد 36 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که ماه می سال 2023 مردان 38 و 39 ساله ساکنان شهر استرفشن با روی فریب به باوریش در آمده برای گذراندن میوگی‌هایش از سرحد گمرک جمهوری قزاقستان از او 48000 سامانی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیدند. نسبت گمان بر شوندگان پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 3 آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.